خب دوستان عزیز، امروز اومدیم با یک دیگر از ویدیوهای ترسناک. 1 ساعت راه رفتن تو پارک ملت مشهد و یه دوربین مخفی ضبط میکنیم که این دخترم لباس شلوار گشاد اینا پوشیدن و میبینید که اذیت آزار مردم به شدت زیاده. داره بهش پیشنهاد میده، هی از هر نفری که رد میشه یه حرف میشنوه دیگه. دخترم که هی این طرف اون طرف میزنه بازم ول نمیکنه. یکی ول میکنه اون یکی میچسبه دیگه. وضعیت خیلی خرابه، پارک ملته. و دخترم که میبینید یه جور تیپ زده که جلب توجه میکنه و این خودش دیگه مردم رو تحریک میکنه که باهاش حرف بزنه اینا دیگه. هر حرفی هم که میگه دیگه تو زیر ویدیو نوشته آها الان این مرده اومد دنبالش میکنه، ریل داری اینا از اینو میپرسن. آخه اونم نتونست، رفت برگشت. و آره این یکی دیگه گاهی جلوشو میگیره، یه وقت هم این طرف اون طرف. بچه هم زیادن. اون یکی از پهلوش رد میشه، میگه فکر کن ناموست، اذیتش نکن. نه دیگه این پسر چسبیده دیگه، ول نمیکنه. آخه اینم نتونست، حروم شد. این یکی اومد الان نوبت اینه. یعنی تو این چند دقیقه‌ای که راه میره تو خیابون تو پارک ملت اینا، یعنی این همه آدم دنبال میکنن اینو. چقدر حول زیادن. ای بابا، این پسر بازم اومد. این دفعه دیگه دختره میگه این دفعه کاملا سکوت کردم دیگه، اصلا حرف نمیزنم. اینجا اینجوریه. اون یکی رد میشه، اون یکی دیگهش بازم این اومد. میگه خیلی خوشم اومده ازت، جدی میگم اینا. از یه طرف از اون بقیه میترسن که این دختر داد بیداد نکنه. این پسره میگه حیف میشی، بیا با من رل بزن اینا. تنها سرگردون چی میکنی تو این خیابون؟ بیا با هم قدم بزنیم، مغازمون همین نزدیکی هست، ببرمت. چیزی میخوایی بگیری از اونجا برات بگیرم. میگه بیدم نمیخوره خشن باشه. پسره میگه قیافه مردا رو تار کرده که نشناسن. بذار برم یه مش بزنم. خواهش میگم بذار برم یه مش بزنم. ویدیو دیگه به اتمام رسید. این بخشش دفعه دیگه آرایش ندارم اصلا، همینجوری دیگه. آخه هر جور میای بیرون حوال و دنبالتن دیگه. نگاه، این دفعه آرایش نکرده، ساده بیرون اومده، هیچ صورتشو شسته اومده بیرون. بچه ها میگه پا میدم حاجی.